اوه، حکیم خوجندی در سر کارند. باز یگان جرم آسمانی را با شاگردانشان می آموزند. استاد بیرونی، بینید چطور حکیم ابو محمود مشغولند. ابو محمود خوجندی در ساختن استرلاق یگانه دوران می باشند. آن را مردمان جهان هزار سالهای بعدی هم استفاده خواهند کرد. درست گفتید مولانا بیرونی. رساله خوجندی از سودس الفخری را چند روز است که با دقت می‌خوانم. آن حجماً خرد باشد هم چنان دقیق است که تا این دم یگان نفر نجوم شناس به این درجه عالی اثر نآفریده است. ابو محمود خوجندی نه تنها در علم نجوم بلکه در هندسه و ریاضیات نیز به همتایند. معادله های حل کرده آن کس در شناخت سه کنجه ها همتا ندارند. حکیم خوجندی هرچند خودشان ستاره درجه اول علمی زمان می باشند، اسرار فلک را به نهایت خوب می دانند. این چی خوب است که ستاره های سعدی علمی ما اینجا جمع گشتند. از دیدار شما خیلی شادم. ما را کارهای فراوان در پیش است. اسرار فلک و ستاره ها را همراه می جوییم و راه علم را برای آیندگانمان باز می کنیم.